تو این ویدیو میخوایم شرایط دریافت اعتبار از اسکیوام رو با هم دیگه مرور بکنیم. برای دریافت اعتبار از اسکیوام شما به دو روش میتونید اقدام بکنید. روش اول از طریق سایت و روش دوم مراجعه به فروشگاه‌هایی که در داخل سایت لیبل حضوری دارن. میتونید با مراجعه به این فروشگاه‌ها در کمتر از 1 ساعت اعتبار خودتون رو دریافت بکنید. شما اگر قصد دارید که از طریق سایت اعتبار خودتون رو دریافت بکنید، در ابتدا باید تعداد اقساط و مبلغ وامتون رو مشخص بکنید. شما بین 10 تا 75 میلیون تومان میتونید از ما اعتبار خرید کالا دریافت کنید. در مرحله بعد لازمه که اطلاعات فردی و مدارک هویتیتون رو برای ما بارگذاری بکنید. اگر کارمند هستید نیاز هستش که فیش حقوقی آخرین ماهتون رو یا گواهی اشتغال به کارتون رو برای ما بارگذاری بکنید. اگر قصد دارید که گواهی اشتغال به کارتون رو برای ما بارگذاری بکنید، گواهی اشتغال به کارتون باید این شرایط رو داشته باشه. و اگر قصد دارید که فیش حقوقی آخرین ماهتون رو برای ما بارگذاری کنید، فیش حقوقیتون باید این شرایط رو داشته باشه. اگر شغلتون آزاد هستش، شما میتونید برگه معدل حساب 3 ماهه اخیرتون رو یا گردش حساب جاریتون رو برای ما بارگذاری بکنید. اگر قصد دارید که گردش حساب 3 ماه جاریتون رو برای ما بارگذاری بکنید، حداقل لازمه که 1 فقره چک صیادی از همان حساب پاس کرده باشید. اگر بازنشسته هستید، میتونید با مراجعه به سایت سازمان محل فعالیتتون فیش حقوقی آخرین ماهتون رو در قالب PDF دریافت و برای ما بارگذاری بکنید. در حال حاضر افراد بین 18 تا 65 سالی که چک صیادی به نام خودشون دارن، میتونن از ما اعتبار دریافت بکنن. در صورتی که شما از طریق سایت اقدام به دریافت اعتبار کرده باشید، حتما باید حساب بلو بانک هم داشته باشید. بعد از بارگذاری تصویر مدارک هویتی و شغلیتون، شما باید اعتبار سنجی بانکی هم انجام بدید. برای دریافت اعتبار از ما، حداقل نمره اعتباریتون باید 520 باشه. بعد از بارگذاری مدارک و اعتبار سنجیتون، نتیجه ظرف 2 روز کاری از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی میشه. بعد از تایید مدارکتون لازمه که با مراجعه به سایت اسکیوام و پنل کاربریتون 1 فقره چک صیادی به نام خودتون رو طبق راهنمای سایت پر کنید و تصویرش رو برای ما بارگذاری بکنید. بعد از تایید تصویر چک، اگر ساکن شهر تهران هستید، سفیر اسکیوام به آدرس اعلامی شما برای دریافت اصل چک مراجعه میکنه. و اگر ساکن شهرهای دیگر هستید، لازمه که خودتون از طریق پست اصل چک رو برای ما ارسال بکنید. برای دریافت سریعتر اعتبار لازمه که چک صیادی رو قبل از ارسال برای ما ثبت کنید. توجه داشته باشید. اعتباری که دریافت می‌کنید صرفاً اعتبار خرید کالاست و امکان دریافت اون به صورت نقدی وجود نداره. با مراجعه به منوی فروشگاه‌ها در سایت اسکیوام میتونید کالای مورد نظرتون رو به صورت اعتباری از ما خریداری کنید. مهلت استفاده از اعتبارتون 90 روزه. اگر در این 90 روز از اعتبارتون استفاده نکنید، لازمه که برای تمدید مهلت استفاده از آن با شماره پشتیبانی تماس بگیرید. و تمام. به همین راحتی میتونید از ما اعتبار دریافت کنید. کافیه یه سر بزنید به سایت اسکیوام.